نسخه‌های GTA پشت سر پلیسا راه بریم و اونا رو تعقیب کنیم چه ریاکشنی نشون میدن، بریم تستش کنیم. توی GTA 3 یا پلیسا صبر ایوب دارن یا اینکه کورن و کلود رو نمیبینن، پس هیچ ریاکتی هم نسبت بهش نشون نمیدن. توی وایس سیتی هم به همین صورته و هیچ ریاکتی از پلیسا نمیگیریم، حتی وقتی برمیگردن و به سمت یک مظنون دیگه ای حرکت میکنن. توی سن آندریاس وقتی پلیسا رو دنبال میکنید اونا هم دنبال یه دزد دیگه میافتن و ممکن حتی وسطای راه خسته بشن و یه نفسی چاق کنن، اما باز هم هیچ ریاکشنی نسبت به سی جی نشون نمیدن. توی GTA 4 اما ورق برمیگرده و همه چیز خیلی خوب پیش میره تا جایی که دستتون به دست پلیسا برخورد کنه. اونجاست که اسلحه رو در میارن و میگن چه مرگته و نیکو رو دستگیر میکنن. توی GTA 5 اما هوش مصنوعی پلیسا خیلی پیشرفت کرده و اونا میفهمن که شما دارین تعقیبشون میکنین و به سمتتون نشونه میگیرن و دستگیرتون میکنن. توی همه نسخه‌های GTA